زهیروک اشرف درا. پنجه های جادویی پهلوان رسول بخش زنگشاهی کمانک را لولیوش می رقصاند و می نوازد زهیروکی ناب شنیدنی و خاطر انگیز را که در میان مردم به نام زهیروک اشرف درا معروف است. گویا اشرف درا نخستین بار این ملودی را در دستگاه زهیروک تنظیم و اجرا نموده که رفته رفته به نام ایشان ثبت و معروف شده است. نغمه های حزن‌آور در فراق یار، اندوه جان و رویای بازگشت دلبران و یاران غایب از نظر. صلا. آنک صلای عشق از مأذنه ها به گوش می رسد، اوج می گیرد تا خفتگان و بیخبران قیام کنند به احترام آوای آسمانی و خسروانی سروز پهلوان بخشک. ضیافت سرودن پهلوان آرام آرام از زهیروک اشرف درا به دستگاه صلا ورود کرده و به اوجی ناگهانی می رسد. چنان از آن صلا یک دستگاه موسیقی است. واژه صلا از واژه عربی صلات گرفته شده و به گفته استاد پهلوان نام و ماهیت این دستگاه موسیقیایی نوای اوجی است که در اذان به گوش جان می نشیند و دقیقاً در اجرای این دستگاه نیز شنیده می شود و این اوج ناگهانی آوای جانبخش سروز به دلیل اجرای ماهرانه به یک بار شنونده را با اوجی منطقی و زیبا و حسی سکرآور مواجه می سازد. چه غوغایی است برپا در شب مهتابی نخلستان با حزن سروز پهلوان بخشک با زهیروک صلات. جنوزامی. آی بیوه غمگین، مباد که بر رخت غم و غربت و اندوه تنهایی خانه گزیند. آنک ادامه زهیروک اشرف درا از دستگاه صلا و از اوجی آسمانی به فرود ملودی جنوزامی میرسد. جنوزامی در معنا منسوب به جنوزام بیوه زن است. این ملودی که غم‌آوایی سخت حزن‌آور است بیشتر توسط زنان برادر و فرزند از دست داده و به خصوص بیوگان و زنان عاشق در فراق فرزند و رسای شوی و یار گمگشته و معشوق اجرا می گردد. اجرایی سخت اندوهزا با طعم و عطر عاشقی. از این ملودی زیبا قمری خوش الحان مکران حضرت ملا کمالان هود در اجراهای رویایی و عاشقانه هانی و شیمرید به کرات و بسیار شکوهمندانه و شورانگیز بهره‌ها برده و لذتی عارفانه را به مخاطبان خویش هدیه کرده است. به گفته استاد پهلوان رسول بخش زنگشاهی خالق ملودی جنوزامی پدر بزرگ ایشان پهلوان میرگند بزرگ بوده است.